سلام بچه‌ها، خوش اومدیم این ویدیو. توی ویدیو امروز اومدیم که چالش سعی کن نخندی بریم. اما توی چنل افسیم اولین ویدیو اونم هست. مهم نیست، ساب کن و بقیه چنلام هم اسمش توی صفحه ویدیو میاد که داریم سعی کن نخندی میگیریم. حتما اونم ساب داشته باشید. ویدیو رو لایک کن و بریم سراغ ویدیو. Let's go. This video. Yep, you heard it right. Today I have a challenge for you. There will be 2 difficulty levels in this challenge. Easy and hard. Rules. If you laugh, you lose. Okay, let's start with the easy difficulty. Are you ready? In 3, 2, 1. ادیتورم قلبامو این پایین براتون میذاره. یه لحظه مجازاتم اینه که هر چیزی که ادیتور به من بگه رو باید بخورم. Was that easy for you? Okay, now it's time for the hard difficulty. But before, only 6% of the fast peoples can like the video and comment LOL before the hard level starts. In 3, 2, 1. اینو واقعا نمیشه بچه. اوکی، یه دونه قلبم رفت. این ادیتور این پایین 4 تا قلبش میکنه. یارو میخواد مثلا خیز نشه. اوکی بچه، 3 تا قلب 5 تا قلبم بره. یارو چجوری میخنده؟ جو خندیدن گفتن سوسکی خندن نمیفهمید. 2 تا قلب 3 بار کنه میخنده. نخندیم یه تو هات کنه. Well guys, the challenge is now finished. خب تمام شد. فینیش. بریم یه ویدیو دیگه چون من هنوز 2 تا قلبم خواهد. اومدیم یه ویدیو دیگه. Have you ever seen somebody get attacked by a waterfall? Well, now you have. Me encanta la playa porque todo es اینو من دیدم. یه سری پسر جلوی این آقای وایسادن اگه داستانشو نمیدونی. بعد این از پشت سرش آب میزنه. بعد مثلا این بهش میگه این وره و این میره کلهشو میبره این ور و همینجوری این ور اون ور میکنه کلهشو. بعد یه دوستش میگه این وره ولی از اون ور داره میاد. بعد این کلهشو میبره این ور میخوره پشت تو سرش. داستانشو اگه نمیدونی I just hope that this guy was not busy with a funeral service when this happened. من یهویی ترسیدم. حالا ادیتور دوباره براشون این صحنه رو بذار که من یهو اینجوری ترسیدم. دوباره براشون بذار. چرا آخه And just like that, a romantic moment turned into a memorable prank.
پس یه خوشگلی زدی. یه دونه قلب دارن و ویدیو 13 دقیقه 30 دقیقه شد. اما مجازات میشه. What is the quickest way to get pink eye in public? Well, if you don't know, then this is the answer. وای. این خرگوشه چی؟ یا چی؟ چرا اینجور؟ شششه ماهاش شششه. ای وای بچه ها یه لحظه برم دست شد. خب بچه ها داشتی میگفتی من رفتم آمد. بچه که انگلیسی They say that the floods in Asia are pretty bad. People have to swim through waters just to get to different locations. But then you get these guys. میشه خیلی بیوزنیم. یه چیز خواستیم بیاریم. Katie, you smell something, but I found a potato. Like a wild one. You know when you have a really strict mom and she tells you to go and clean in front of the house? Well, next time she does that, I think that you should do this. با یارو داره داستانشو میگه. Literally crying over my وای واقعا سخته به اینو نفهمیدم. Oh my god, okay. This is what I wanted, okay? This is the pastels. بچه من کپی رایت میخورم تبلیغ نبر نشون بدم بچه ببخشید. خب داشتیم میرم. I wonder how long this guy would have kept going with this dance. Mr. Bean would have been so proud. 15 seconds. Keep going. Keep going. Keep going. You're on 9 seconds. You're nearly there. You're nearly there. Yeah. All right, sir. I need your license, please. This mask looks way too realistic. There is no way that they are selling these at the costume stores. بچه‌ها ویدیوی بعدی پک اوپنینگ فیفا ها. حالا همینجوری رندوم گفتم روی ویدیوی سایکل نفندی هم بذاریم. What are you doing, mate? Why? Level across that. Oh, hang on. 5 years scaffolding yard. Yeah. Go ahead, jump. فکر نکنم. That's it. Go, Pops. یه موندی دیگه. خدا همینجا رحمت. What's this, Dino? Oh. We have all been there. Those moments where you just have to yell at yourself for being so stupid. بچه دیگه تمام است. آجا ویدیو بعدی پک اوپنینگ 100% و آره خلاصه پک اوپنینگ دیگه، یعنی ویدیوی فیفا کلا، فیفا موبایل، فیفا چیزه. من یکم باید دستگاهمو اوکی بکنم برای ویدیوهای درفت و مرفت و این چیزها. و حتما ویدیو رو لایک کنید و چنل منم سابسکرایب بکنید، کامنت هم انگلیسی بذارید و آخر ویدیو که الان باشید نگاه کنید که لایکی که اول ویدیو کردید ببینید الان مونده
یا که نه صبحم بعد از لایک و دیدن ویدیو کامل بزنید. عشق منید تا ویدیوی دیگه. فعلا خدافظ.